تاقی بر اینجا بوده است. در ایشان سال 1895 800 تا آدم زندگی میکرد. خود پروردگار بیادت شکرانه میگویم که حالا در سن 92 من حیات به سر بردم. 700 متر درازیش 70 کیلومتر درازی. شکریش شباش میگد که در تابعات سوخ 60 قشلاق است، 3 تا شهر است، یکی شهر هوشیار، دیگر شهر قلعه، سوم شهر مغول. آماده شدن را فراموش نکنید. السلام علیکم جوانان خوشبخت امروزه هوشیار و شوخ و تمام جوانانی که همین صحبت مرا میشنوند التماس میکنم، زاری میکنم، تولا میکنم که اگر از یگان جهت با شما بهره‌مندی با وجود بیارد، از آن شما برای حیات خوشبختانه من بعده اتان مدد رساند، من بعض فکرهای در حیاتم گذشته را مختصرا بیان میکنم. از پروردگار بیادت شکرانه میگویم که حالا در سن 92 من حیات به سر برده ایستادم. از روزی که از بطن مادرم به دنیا آمدم سنم به 92 رفته ایستاده است. آنچه که اظهار میکنم برای جوانان از دیده هایم، از خواندگی هایم، از شنیدگی هایم، فکر شخصی خود را احتمال که قریب هیچ چیز نگویم. اولین فکر من از آن عبارت است که در کتاب های مقدس از شمال زلزله، آتش، آب، سیاره خراب می شود. همین فکر را در دوام من همین 92 سال مشاهده کردم که در حقیقت همین فکر پر حق است، یگان نقصان ندارد. برای این مختصرا مثال می بیارم. سال 1958 از سبب آنکه ولایت بدخشان کوهی تاجیکستان متصدی شده رفتم، در دوام 2 ماه تمام ولایت بدخشان را آموخته برآمدم. در نتیجه به همین خلاصه آمدم که پامیر را بام جهان میگویند. بلندی کوه از 7 کیلومتر عبارت است. اگر در خود شهر خوراک استقامت کنید، سیر و گشت کنید، به گفتگو اگر شفقه یا شلپه یا طاقیتان را ندارید برای آسمان نگاه کردن از سرتان می‌غلطد. ساعت 12 آفتاب میبرد، ساعت 4 میشیند در پامیر. با یکی از رایان‌های پامیر راش قلعه میگویند رفته سیاحت کردم. در آنجا بایگری زیر زمینی
حاضر زمان از عصر 10 سر کرد تا حاضر همین بایگری دولت های گوناگون در عین زمان روسیه بهره میبرد و بایگری را لعل بدخشان میگویند. همین خیلی پیدا شده است. سال عصر 10 حاضر عصر 21 در عصر 10 زلزله شده است. همین خیلی زلزله شده است که کوه‌ها با یکدیگر چسبیدند. در نتیجه یک کوه بلند با دو تقسیم شده با زمین هموار شده است. در شب تاریکی در روی زمین به مثل ستاره که در آسمان ستاره هست در زمین همین ستاره پیدا شده است. پس همین حالت را خبر دادم به پادشاه. پادشاه به گفتگوی نماینده هاش فرستانده آمده بیند اگر این یکی از سنگ‌های قیمت‌بهای همان دوره بوده است. بنابراین پادشاه حکم کرده است که همان بایگره پر را اطرافش روز کنند و خودش اما آمده راشقاله نام مانده از همون بایگری تا حاضر بهره میبرند. انا این در نتیجه چی؟ زلزله. دویم سال همان بعد از یک چند سال در پامیر بار دویم زلزله می شود. با دو کوه با هم شده پیش یک دریا بند میکنن. در توی دریای برتنگ میگویند. دریا با هم بند شدن. بعد بلندی آب 700 متر، درازیش 70 کیلومتر، درازی آب، چقریش 8 کیلومتر، برش 14-15 کیلومتر. الان همین کل با وجود آمده است. اگر تمامی عالمان، ارخئولوگ ها، همشان به همین خلاصه آمدن که اگر رفت و همین کولی سررس کنده شود تا بحر ارل تمامی همون مسافه خانه و در و شهرها شسته میبرد. به نهایت خطرناک. من در نتیجه کنده شدن کولها در اوچقلغن این حادثه روی داد. در فرغانه اشای مردان کول کنده شد، فرغانه زیر کرد. من دیروز به نزدیکی سیردریا زیر کرد. انا همین شمالی که من بخاره ویران کرد. یک زمانی در همه ایشار هم شمال شده بود که شیفرهای همه ایشار کنده تا کشتیپه برده بود. بعضی خانه های همون سرپالش کتی چقه کرده بود. اینا به چشم من دیده بودم. حالا که از بزرگان در عصر 15 بدرالدین هلالی، من در اینجا بدرالدین هلالی و از سبب آن که شیعه است، شیعه غیر مسلمان میگویند. آنهایی که نامشان شیعه میگویند غیر مسلمان و آنهایی که کافر نیستند. کافر آن شخصی است که ضد خدا میبرند. آنها کافر است. گفته های خدا را اجرا نمیکنند. از همین نقطه نظر بدرالدین هلالی در کتاب صفات العاشقین صحیفه 1 می نویسد که آدمی که انسانی که خلقی که تشویش نداشته باشد وی این دنیا هم نیست، از وی دنیا هم نیست. همین که کودک از بطن مادر برآمد از گریه سر می شود. آهسته سینه مادر را می مکد. آهسته آهسته
باوی شکل آدمی روز بر روز انکشاف یافته، حرکت راهروی و طعامخوری و غیره غیره سر می شود. آخرش بعد تا قبر. همین خلاصمی همه وقت آدمان فکر نکنند که به تشویش به یگان وی حیات بسر بردن ممکن نیست. خدای کریم هم گفته است از تو حرکت از من برکت. از همین نقطه نظر همین فکر را به جوانان گوید که همیشه همین با مهنت حلال خود با دل صاف از صمیم قلب تا قدر امکان مهنت حلال کرده زندگی کنند. در این باره یک زمان دوملوی محترم شادروان تاجی علی یکی از شخصان دانشمند همین دیه همان بودند. بسیار وقت فکرهای میگفتند که من در بسیار ادبیات ها نمیخواندم، لیکن ویا از سبب آنکه ادبیات های قدیمی مثلا تورات، انجیل، قرآن دیگرها که خواندگی هست، از روی همون فکرهای عجایب میگفتن من به قید میگرفتم. بعد آمده جستجو میکردم که همین فکرهای دوملو از کجا یابم که عیناً من ҳамаи ها رو نوشته گیرم. از همین نقطه نظر بعد آمده فکر دوملو جستجوی کرده از یک کتاب یافتم آن رو روبردار کردم، عیناً آن رو نوشتم. همین را به جوانان خوانده میتیم که از همین بهره برند. دوملو در جنازه خانه هوشیار بیان کردند هر یک کس همه جهت و همیشه باید پاکی خود را نگاه دارد. پاکی خود را نگاه دارد. این پاکی نهایت معنای وسیع داشته بوده. بعد آمده ادبیات ها را جستجو کرده یافته، اما را عیناً نوشتم، مختصره گفتم میتیم جوانا از وی بهره برند. به نام خدای بخشنده مهربان، حمد و ثنا باد خدای را به حدی که شایسته بلندی مقام و احسان سرشار او باشد. درود به پیغمبر محترم او محمد و به خاندان و یاران پاک او. تن تو جامه جان است ای دوست، ولی وقتی که پاکیزه است نیکوست. این الله نظیفون یحب النظافتی. این در شکل عربی گفته شده است. این الله نظیفون یحب النظافتی، یعنی با درستی که خدای بزرگ پاک است، پاکی را دوست می دارد. اگر هر یک شخص با دل پاک، با زبان پاک، با دستان پاک، با خلق و اطوار نیک رفتار کند، از تمام بلاها، آفتها امین می گردد و در دلش خدای تعالی از تجلی قدرتش نور پیدا می کند که باطن و ظاهر خود را خوشنود می گرداند. باطن این تمامی جسم‌های درونی، ظاهر این شکل بیرونی آدم، همینه در نظر دارد. اگر خواهد که
باطناً پاکیزه باشد، درونی باشد. پس طهارت باطن این است: پاک نگاه داشتن دل از حسد و کینه، پاک ساختن زبان است از دروغ و غیبت و سخنچینی و تهمت، پاک ساختن شکم است از حرام خوردن، پاک ساختن تن است از حرام پوشیدن، پاک داشتن است ظاهر خود را، گوش، بینی، چشم، دهان، پاک داشتن است سر خود را از هوا و هوس. چه گونه که کتاب مقدس می فرماید: نو نزیل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین والله یزید ظالمین الا حسرا. این معنای آن را دارد که اصل تندرستی و شفا باوری به اخلاص می باشد. اگر شما با گفته های کتاب مقدس، حدیث های رسول خدا و علم طب باوری کامل پیدا کنید، حتما از کدام درد یا نقصان نباشد نجات می یابید. چطوره که سینای بزرگ می فرماید: اگر قوه های بدن از عقل غالب باید، موازنت انکشاف طبیعت و نهاد انسان ویران می شود. بنابراین این خیریت عالی روح این جان است. در موازنت عقل و جسم، حقیقت حیات، اگر جسم سالم باشد، روح نیز سالم است. انسان را باید که چون وقت خواب سر به بالین استراحت گذارد، تمام کارهای در آن روز کردهش را پیش نظر آرد. وقت خواب من دایم همین را از همون روز سر کرده رعایت میکنم. پورا اگر کارهای شایسته و پاک کرده باشد، شکر بجای آرد. اگر کارهای زشت بد کرده باشد و او پشیمانی جوید و خود را ملامت کند که من نادرست رفتار کردم، توبه گوید و بار دیگر آن کار را تکرار نکند. انسان باید که از فکر معنایی بلند غافل نباشد. انسان بیفکر همراه مردگان است اگرچه زنده است. از رساله معجزه های طب قدیم، طب مردمی، طب زمانوی، جزء از حدیث پیغمبران، چاپ دوشنبه سال 1992 از صحیفه یکم، جمع صحیفه ها 267 صحیفه فکرها گفتگی. دویم فکرهای خیلی که من گفتم، صدها فکری خوب گفتن، آن چی که من نمیدانستم همون را جستجو کرده یافتم. هر یک خواجگی عائله، دوملا گفتن، باید 3 در خانه داشته باشد. حتما 3 در خانه ضرور است. فکری دوملا رحمتی. یکی برای خواب و خیز پدر و مادر، دویم برای فرزندان، سوم برای مهمانان. فکری در همین دفتر ذکر گردیده را پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرمانویچ میرزایف
در برآمده که در جمع آمد فعالان شهر بخارا سال 2019 گفته بود عیناً تکرار کرده شد. همین فکر دومولو پرزیدنت استادای دومولوهای محترم بزرگ کتی هم صحبت شده فکر و ذکرشانه همیشه بیان میکنند. در اساس فکر پرزیدنت تمام که از روزی به سر دولت سردار دولت تمام شدن یکم مسئله خلق را با این میان گذاشت. این اند خیلی سالها شد در گازت پراودا یک عالم روس برآمد کرده بود. همون گازت را من همراه خودم در ارشیفم نگاه داشتم، حالا هم نگاه دارم. وی گفته بود که یک فکر میگویم این تشبیه است. اگر خلق زمین باشد راهبرا آب است، آب به طرف زمین می رود. البته پرزیدنت تمام درباره خلق فکری علیشیر نوایی را در حقیقت بسیار همه طرفه تحلیل کرده. برآمدشان به درباره خلق عجایب فکرها گفتند. لیکن من همون شعر علیشیر نوایی رو با زبان کتابی خودشون گفته میدیم که جوانا عبرت گیرند. خواهم با زبان تاجیکی تحلیل کرده میتیم. علیشیر نوایی گفته است آدمی درسند دمگل آدمی انیکین یغدر خلقنی غمینی غمی. آدمی که غم خلق نمیخورد وای آدم نیست. باز در حق بعضی آدمایی که در حیاتش بسیار آزار دادگی علیشیر نوایی وای جانشینی پادشاه شده کار میکرد. از سبب رفتارهای بی‌عدالتی بر ضد بی‌عدالتی ها مبارزه بردن. بعد پادشاه وی را به استراباد بدرقه کرد. از همینجا رفته همه فکرهایش را، فکرهای بدی و نیکی را در اثرهایش لیلی و مجنون، طایر و زورا، فرخاد و شیرین اینها نوشته برآمد. همینجا به فکرش همین است که odam borki odamlarda naqshidir. Odam borki undan hayvon yaxshidir. در جمعیت ما از میلیون تا یک تا دو تا همین خیلی آدم های وحشی یافت می شود. رفته اونها نشده ایستادن، با همین رو رفته ایستادیم ما حاضر. اما که درباره مثلا هوشیار فکرم گویم، در عصر ده سیاح عرب کتابش هستن اینجا با اثر می نویسد، خودش تمامی همین با چشم دیرگاه و زبان عربی نوشته میبرد و در کتابش میگد که در تابعات سوخ 60 قشلاق است، 3 تا شهر است. یکی شهر هوشیار، دیگر شهر قلعه، سوم شهر ملوت. من در اساس همین فکر سال 1950 که من با اتفسکه مهنتی به اشار آمده بودم، یک عالم مشهور ارخئولوگ به وطنمان سفر کرده آمد. ما اون شخص را گرفته
با سرچشمه دکتر یمک شمسیدین بردیم، با چپرکو بردیم، با چشمه آب بردیم، با سر جوار بردیم. بعد اون کس گفت که یک زمانه در نتیجه زلزله شهر هوشیار همین کوه صندل و ارچزا را تگش کردی دریا تا علمان غوز سونکت این طرف کنگیتون عدیرتون کردی در همین تابعات ایشور آبی دریا چغ میزده است. یعنی دور میزده. بله. اگر همین خواهیتان که همه آبی دریا چغ زده نشه فهمید زمین اگر چقدر کابت سنگ دریا میبرد. در حقیقت اثبات شد. اثباتش همین که من همین در نتیجه زمین لرزه زلزله میگم. همین یک پارچه کوه صندل کنده شده، 3 تا کوچه قوشتپه پیدا شده که این طرفش من با قابل زیر کرده، این طرفش شهر اشاره زیر کرده. او کوه که از حاضر اون طرفی تاشرق هست که هوای هم همونجا کنده شده رفته. بعد در نتیجه آب بعد وای جدا شده، آب بعد جا رفته تک شده رفته که برای اثباتی همین پسر خدا رحمتی عمک омад бек علی محمد گفتگی آدم همین از نزد خانه سپانبردی اینا جوی کافته کوه سراغ کرده، همون تگ کوهی همون ما همین کوهی پیشنگه شخچه میگویم. بعد بالاترش قیراق میگویم اشاریا. همونجا جویبار کافت. در نتیجه با چچه های سفالی، کوزه ها، انجام های روزگار، همه چیزهای ضروری را همونجا باز یافت. در حقیقت سنگ دریا هم اون وقتی که سیل آمده قشاق ویران کرد، بعد سیل ترس را کافتن. وقتی سیل ترس را کافتن بعد از همونجا سنگ همون دریا خار سنگا برآمد. فکر همه عالم پر را تصدیق شد. انا کتاب دیگر است، یک عالم حاضر در شهر خوجند در یونیورسیته درس می‌دهد. اون کس اصلا زاده سر کنده اند، جهانوف گفتگی شخص. ما با هم بسیار برادر نزدیکیم. من بارها با هم خواب کردم، هم زندگی کردم، هم گفتگوی کردم. حاضر اون کس از سیردریا اون طرف خانه و در دارن، بسیار آدم معتبر، عالم دانا در شعبتشان. بعد در کتابشان نوشتگی که این کس ارخیف خدایخانه کافتخواه کردن، خوکم برای عالم شدن درباره تاریخی تمام مدنیت شوخ، حق شوخ، چی کار میکردن، چی زمین داشتن، کدام حاصل میگرفتن، چی کشت و کار میکردن، همینه کتاب پر نوشته است. اینو 24 ساعت گردانیدم کمی میکنند. من مختصرا گفتم میگذارم از همان ارخیف خدایخان این قرغز است. قرغز خان قوقم بودگی. سال 1875 گریخته رفتگی، گم شدگی خدایخان. از ارخیف همون خدایخان کتابش است منبع. از ارخیف خدایخان همون جهان معلومات گرفته آمدگی در ایشات همه تاقی بر این جا بوده است. در ایشات سال 1895 800 تا آدم زندگی میکرد، خرد و کلان. حاضر زیاده از 8000 گذشته است. من
همون دوره با از آب چشمه بهره می بردن. در همون کتاب نوشته شده است که همه آب چشمه خدای خون 4 روز به قزل قیاق وعده کرده، امر کرده، وثیقه کرده. 2 روز به اشار، 1 روز به برادران قرقیز. الان همین تا به نزدیکی آمد. بعد از آن که من از کشتود، من از همون کشتود سر کرده تا کانال همینجا که تشک کرده، تلال توش گفتگی 1 پالیک دارو میموند که میکفوند تا آب برآمدن کار کرده. 1.5 سال یعنی 5 تا مال باید داریم خیرمن در همین بالای کوه. 5 تا خیرمن همه شب میدونم گندم کش میکردن. خدا رحمتی اما که احمد سردار ما بود در خیرمن ها. ما هم چپر میگرداندیم هم گلگا میکردیم. همینجا 100 تانه گندم گرفته 100 تا خربه بار کرده سال جنگ، سال 41 و 45. همین شور 100 تا خربه گندم و جوا بار کرده برده بغداد با 3 روز می رفتن، 3 روز می آمدن. انا مینه من نوشته ماندگی هستم کار کرده. انا بعد 6 ماه با همراهی سرباکلتر اکوی مرزا محمد میگن من فرزنداشون هستن هم محلگی قطعی کار کردیم. بعد من سال 45 مکتب کرمکس رفته خوندم. به همین بعد صاحب معلومات عالی شدم من رفتم. خلاص با این چی گفتنی هم که در همون دوره از کانال بالا یکی از دانشمندان همون دوره او تورابای گفتگی شخص بود. با این گفتنی هم که کسی که در حق همه خلق هوشیار خیانت کرده باشد الهی روزی نیک نبینه. خلاص من حاضر ما از حساب دولت، از حساب همین جمهوری ازبکستان تمام خلق سوخ از طرف جمهوری ازبکستان تامینات است. این خورد و خوراک ما اگر شب و روز تا 4 مراتب حاصل گیریم هم 3 ماه 4 ماه به میرسد، این زیاد نمیرسد. حاضر به عدد شکر با پرزیدنت ما که با اینوالید ها، با ناگران ها، با زنهای سرفرزند، با نفقه. این نفقه هم سال 1964 تشکیل شد. پیش نفقه نبود. اولین مراتبه پدرم که سال 1898 تولد شدگی 4 سوم پنسیه گرفتن، نفقه پیدا شدن. بعد 4 سوم نفقه گرفتن. من حاضر چند میلیارد سوم همه تمام سوق به خدا با شکر دولت نفقه داده ایستاده است. با همه طرفه کی محتاج باشد با یارمندی کرده ایستاده است. از اون جمله من همین سال خودش به از طرف دولت 1 فلک روغن، 1 خلطه آرد، از طرف مسجد هم با من بسیار دستگیری کردم. به عدد می ندارم، نوشته ماندگی هستم. شکر خدا، به عدد شکر. من خلقمان حاضر در این زمان من همه گفته های پرزیدنت در عمل اجرا کرده. شب و روز در صحرا من کشت و کار همه زمین روی حولیش حرکت کرده، یک حاصلی درست گرفته، زندگی بهتر کردن. خدا با شکر خلقمان تینج نغز است. اگر کسی که از همه حاضر شرایط ناراضگی کند وای نه بنده خدا است و نه آدم دولت. چون که سالهای جنگ 41 و 45 در همه اشار در سوق قریب 10,000 کودکا آورده پرتافتن. بسیار
روزها همین شوخیا گرفته تربیت کرده کلام کرده خاندار کنندن همونا فرزنداشون است ماندگیشون جنگ که تمام شد گشته رفتن یا ایشار با 10-15 تا همین روزها مانده همینجا زندگی کردن یک 20 تا مردم قرغیز و ازبکستان هم از قوقان هم از طریق و دیگر جا آمده همینجا زندگی کرده کلان شده حاضر فرزنده و نبیره و چیبیره های هوایی ها در ایشار زندگی دارن این ما یک زمان شد که پنج اکا و دادر پدر در بیکابات بطلیان با گرسنه ماندیم گریه کردیم مادرم یگان چیز نیست در خانه که پختتی هم بعد از گریه و ناله کردن مادرم گفتن که همه پاچایت جوز میکشد همه رفته بینچه اگر جوز کشیده باشد 1,00,000 کنجارتی هست بعد روام اگر جوز کشیده ایستاده است لیکن آدم ها بسیار آچرد بعد پاچای من آچرد به ماندن پاچای ناظر آچرد به ایستادم 1.5 ساعت بعد جوزه اسب کتی میگرداندم بعد آبکی شد آب کتی میگرداندگی شد بعد جو کنجاره گرفته بعد تیشه کتی میده کرده دادن نیمش پخال آوردم مادرم میده کرده جوزک بعد تالقون کرده بعد عطاله کرده دادن ما خوردیم قریب 1 سال ما دانک جواری پوچاقی و از شوته جواری ریشه ازیرک بعد پوچاقی دانک خب ریشه بایچچک همین چیزا خورده خود ما نگاه داشتیم تمام همه خلق ایشار در اساس همه گیاه ها زندگی کرده آمد بچم الان این روزها دیدیم حاضر بینید در دسترخوان الان که سال 1900 این برای جوان ها میگویم من سال 1936 من توی ختنه کردم خدا رحمتی با جلال استای ختنه چی بودن همون آدم در میماخانه من مسافرهای 80-90 ساله نشستگی بودن همه روزی توی های اون دوره با توی های حاضره هیچ موافقت نمیکنن و نامش توی بودو یکی آخر اطاله همه چیزی که میافتن هوایم میدادن سال 1936 بعد عمکم در تاشکند کار میکردم پولاد گفتگی عمک داشتم همون آدم توی با دعوت کردم آمدن از تاشکند یک خلطه با تخمینا 1.5 کیلو 2 کیلو یک چیزی آوردن من درک ندارم نمیدانم با یک قطیچه هم آوردن همه قدر قطیچه اینم من با چشمم ندیدم لیکن منصفیدا با پدرم دعوت کرده در میمانخانه گفتن که این پولاد که ای تاشکند آمده است از تاشکند چی آورد بعد پدرم تاخت رفته عمکم گرفته آوردن و عمکم آورده که همه قطی و همه خلطه نشان دادن بعد گفتن این خلطه چی است بعد عمکم گفتن که اینا در تاشکند از خلطه برآورده بعد کلقنده مسافرها دستشان بگرفتن یک تا همین 12 تا مسافر نشستگی با دست گرفتن بعد از پدرم این آخرین گرفتگیشان از پدرم التماس کردن که بالتا همین زبانم رسانده بینم چخیل مزه داشته باشد میلش می پدرم گفتن که حاضر اینا میده میکنیم میشکنیم هماتون میخوریدتان با وجود آن نفسی اون کس بدی کرد میچی زبانش همه کم برساند و با زبان هوشیاری گفت والا اگر یک شیرین بود است که الان همین میدانم دویم بعد اما کم همه قطیچه اکشادن و یک چرخ تاب دادن انتا کشادن کارنه کلام انتا کارنه برید ای
نمید کاغذ ساختگی بی چی شدن. بعد یک پلاستینکا میگفتن هوای ماندن، یک چیزا بالاش با ماندن، حاضر پتیفانا برین. او پتیفانایی که حاضر هستی خنده وای مید یک بود. بعد وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفته سوره های قرآن میخواند. بعد همین مردم گوش کردن. بعد گفتن که این آدمش در کجا است؟ فولاد. بعد گفتن که آدمش شیطان است. اینا گفتن من ساعت 12 شب همه جا محکم کرد، درا محکم کرد، ای قطی شده اشکمش سر میکنم، با همه قطی با محکم میکنم که نگریزد. بعد تا دیگه همه اشوله کرن میگیرد. همه گریبان دست می برداشتن و پاگوی روزی یک خیلاشون دو تخم، یک خیلاشون یک تاق زردالو، یک خیلاشون توتمایز برداشته آمدن که پولاد همون شیطان اتان بچید اشکمش سر کند، ما باشوله کرن گیرد قرآن خوندن. از زمانه چی بود در همون داره؟ اون وقت نه ماشین بود، نه ولسفید بود، نه دیگر بود. حتی من در کتاب نوشته شدگی است که سال 1948 اولین مراتب کچکا و پامیدور میبید با آشوی میانه. آدم ها نمیخورن، داملا هم نمیخورن، پامیدور هم میگه ایخونی آدم گرفته که و کارتوشکا هم خیلی نمیخورن. من کتاب است، اگر خواهید من گفته میتیم در کتاب من نوشتگی است. این با قریبی بعد آدم ها کارتوشکا و دیگر چیزا میخوردگی شدن. من همه خیلی زمانه ها بود. اگر از سبب اون که جهان بینی مردم به درجه بلند نبود، بسیار عالمان بزرگان از همه شرق پیدا شده بودند. مثلا ابوعلی بن سینا، البیرونی، البخاری، علیشیر نوایی و غیره غیره. این کتابش است، همشون رو نامبر کردن شرط نیست. کمال خوجندی و غیره. همین ها برای بهبودی خلق، بهتر کردن حیات زندگی خلق، دنیا چی بودنشه به خلق فهماندنی شدن. لیکن خلق نادان چیکار کردن؟ اینها بدرقه کردن. پادشاه هم طرف خلق گرفته، اینها قتل کردنی شدن. اینا مثلا من گیریم فردوسی شاهنامه نوشتگی 9 جلد فردوسی درباره شاه ها. یک شاه میبید تمام خلق راحت میکنه، شاه دیگر میبید همشه برهم میده. من حاضره پرزیدنتمان وطن گلدار کرده ایستاد است. همین فهمیده ایستاده بید، همه جا گل برای شکفته ایستاده است. همین ارواح فردوسی همراه پرزیدنت ما است. من فکر میکنم که ارواح پرزیدنت همین فردوسی با همراه پرزیدنت گشت است. همون شاه کاش که من همون دوره با همین خیلی پادشاه می بود درباره همین شوکت میرزیایف شاهنامه از دیگر می نوشتم. گفتنی فکر ارواحش با هست، در حقیقت درست است. همین من فردوسی به درجه کردن که حتی مردهش در قبرستان راه ندادن، مردهش در قبرستان راه ندادن، خلق در خانهش گذاشت. فردوسی من دیگر عالم مشهوری جهان است، ستاره شناس، عالم، متماتیک، اکادمیک، از همه جهت پیش قدم ترین اولوبک تمام دنیا با مشهور است. همین گفتن که این کافر است. پسرش که قطعی دامولو همراه نماز میخوند و قرائت میکرد و دیگر ادبیات ها و دیگر و دامولو ها هم حاضره دامولوی که ما دامولوی مجیبولی داریم. این خیلی دامولو ها
عموما وجود نداشت پیش. این خیلی داملهایی که جهان بینیش همه طرف وسیع باشد، این خیلی که دامله تاج علی گفتم من، این خیلی دامله ها پیش نبودن. وای ها همون چی پادشاه حکم کرد، همون حکم ها حق است، قانون حق است، عمل میکردن. برای همین میگویند که حکم پادشاه واجب، حکم پادشاه کدام واجب است؟ حکم حق باشد. بنابراین همه پرزیدنت هم در برآمدشان من در همین دفتر گفتن که پرزیدنت با راه حقیقت و عدالت جمعیت به پیش می رود. شوکت میرزیوف با راه حقیقت و عدالت جمعیت پیش می رود. انا این فکر پرزیدنت گفتم. دیگر با فکر پرزیدنت اینجا نوشتم همه خیل کار کنیم، همه خیل زندگی کنیم، همه خیل رفتار کنیم که همه حیات خودش راضی شده رود. این فکری عالی جناب است. این فکر یگان کس نگفته است تازه. این یگانه همون پرزیدنت آذرمان گفت. در حقیقت همه حقیقت محنت کنیم، زندگی کنیم، راحت کنیم. از این بهتر یگان چیز نیست. این فکرها درست است. من با پسرش گفتم که پدرت کافر است. حالا که باید کافر نبود، ما خیلی که گفتیم پسرش رو مجبور میکنم پدرش رو در وقت نمازخانه میکشد. تا آخر سال خودش هم عبداللطیف گفته که پسرش خودش هم میمرد، از طرف خدا جزا میگیرد میرود. این خیلی زمانه ها هم بود پسرم. حاضر خدا با شکر همه طرف حقیقت و عدالت است. اما پرزیدنت تمام یک فکر بیان کردن، که این فکرشون هم اما زمانهای پیش هم احتمال من کافتوکاو کرده از کتاب 1001 شب یافتم. کتاب 1001 شب دارم حاضرم اینجا. یک پادشاه، این با جوانان میگویم، یک پادشاه حکم میبراند با تمام خلقش، فرمان، حکم میدانید، فرمان میبراند که من برای خلقم 303 روز خوراک میتیم. همه خلق شنیدگی هم 303 روز تگ دیگشون به آتش در نگیراند. پرزیدنت ما با فکرم همینه خواندگی می یا شنیدگی می در عمل چکار کردن؟ این گفتن این خلق کدام را کتی ما باید نان و نمک تیم که خلق راضی شود. با فکر شخصی خودم فکر کردم برآمدن در تاشکند 7 دیگ ساختن در زواد. 7 دیگ تمام شهر تاشکند آش پخته دادن. بعد در سرخندری ها 9 شا برآوردن. اگر همه 7 شا دیگ آورده سوخ با پزن، سوخ هم تامین میکند، برادران قرغیز هم تامین میکند. پرزیدنت ویش عملش و رفتارش بینید تا چی اندازه این حقیقت و عدالت است. بی عدد از پرزیدنت مینداری بیان میکنم. دیگر اکو درباره همین خلقمان همین را گفتگی هستم که یک زمان در عصر 15 بابور از سمرقند شکست میخورد. 2 مرتبه بابور را یکی از پادشاه‌های جلاد، این خطا نمیشود اگر جلاد بگیم خلق پرور نه، از همین
وادی کیپچاق برآمدگی حاضر نامشانم یادم میبیاد میگویم دو مراتبه بر ضد بابور هجوم کرده بابور از شهر سمرقند بیرون میکند. در نتیجه بابور پادشاهی اندیجان وادی فرغانه این طرفش پامیر اون طرفش قاشقر این طرفش تاشکند همه تابعاتی همین پادشاه که بود پادشاه گریزه شده عجایبات که یک سوال با میان میآید که خوب پادشاه بابور این سوال با من عالمان در تاجیکستان دادند من جواب داده نتونستم شما که از وطن بابور که در هوشیار 1 سال زندگی کرده است از چه سبب هوشیار آمده زندگی کرده است بابور من گفتم با این سوالتان جواب داده نمیتونم من یگان ادبیاتم نخوندم نمیدانم لیکن درباره بابور معلومات دارم اما از چه سبب آمده هوشیار را انتخاب کرده است در این باره جواب داده نمیتونم. بعد عالمان به همین خلاصه آمدند که در هوشیار آدمان یک دل و یک تن بسیار بوده است داناها بسیار بوده است عالمان همان دوره وجود داشته است خلقش یک دل و یک تن بوده است از یک گریبان سر برآوردگی خلق بوده است ناترس بوده است جسور بوده است آمده همه جای همه خلق سوخه انتخاب کرده گفتند که خلق سوخ از 7 خزینه دولت بهره میبردگی خلق 7 خزینه دنیا با همه روی دنیا با 7 خزینه است میدانید همه 7 خزینه تمام خلق سوخ بهره میبرد گفتند یکم دهقانی دویم باغداری سوم چاره‌داری چهارم پرنده پروری پنجم بایگری زیر زمینی ششم سودا هفتم هنر همه از 7 خزینه مردم شوق بهره میبرد از آن جمله خلق اشاره انا بابور باعث همین هم 1 سال آمده در شوق و اشار زندگی کرده از شوق و اشار آدمای دانا جسور ناترس همراه خودش گرفته برده افغانستان هندوستان ضبط کرده با مردم شوخ توفه های قیمتبها جامه و شاهانه پوشانده داده حالا گویا که در یکی از شهرهای هندوستان شهر دهه هوشیاری ها گویا که باشد انا دیدید که یک زمان مردم این شهر من همین خیلی خلقی معتبر بوده است همه جوانان ما باید از صمیق قلب آدمای پاک باشند جوانان ما محنت حلال خودشان کتی زندگی کنند با کس بدی نکنند بر ضد بی‌عدالتی مبارزه برند اگر در این باره با کتاب علایده هست درباره دوستی خلقها علایده کتاب از پیغمبر ما پیش تمام بزرگان درباره دوستی خلقها فکرشان گفتگی لیکن در بین همین دوستی خلقها گفتگی عثمان یوسفوف هم هست بعد پرزیدنت ما از جزخ هم شاعر هم نویسنده هم عالم حاضر بعضی همین فکرها حاضر آدمی بزرگی همین ازبکستان همین جزخی برابر همین پرزیدنت محنت حلال کرده آمدگی توبه عجایب خیلی هوای بگم نامشانه خدا از جزخ همین وقتی پخت سپاری با عصبشان ویران شده با همین بیمار شده بندگی کردن
دخترشان حالی عالم مشهوری ازبکستان است. خبر گپ همه با دوام میتیم بعد با گفته میتیم. خلاص حالی او پاچه هم نامش گفته میتیم. در همه کتاب افسوس اینجا گرفتن آمده شرف رشیدویچ کاتبی کمیته مرکزی پارتی کمونیستی ازبکستان شرف رشیدویچ از جیزخ همون کس فکرهای بسیار خوب گفتگی است، لیکن در بین همه فکرها از همه فکری الکساندر سرگیویچ پوشکین بالا میستند درباره دوستی خلقها. و چی میگوید؟ زمانی میشود، پوشکین میگوید زمانی میشود که در آینده از بین خلقها کینه و عداوت نیست میشود. در بین خلقها کینه و عداوت نیست میشود. کتاب ما نوشته که خلقها با یکدیگر برادر میشوند، اکا و دادر میشوند، با یکدیگر اهلانه زندگی میکنند. حاضر انا بین دولت ها حاضر من دیدی پرزیدنت تمام خلقهای روی دنیا کتی علاقه دارند، یاردم کرده ایستادن. من برادران تاجیکستان با، قرقیزستان با، قزاقستان با، روسیه با، خیتای با، کره با، بین دولت ها امریکا دیگر همه یکدیگر را یاردم کرده. همون فکری الکساندر سرگیویچ پوشکین با رفته ایستاده. همون کینه عداوت حاضر رفته نیست شده ایستاده. حاضر همه خیلی آدم ها همچنان فکر میکنم که در ایشار همه خیلی آدم های کینه عداوت دار نیست، نمیشود آینده. همون فکری پوشکین در حقیقت درست است. دیگر همین که درباره همین آدمان نامدار خلق ما علایده نوشتگی هستم من. روشنفکران و آنهایی که برای آبادی وطن دهه هوشیاری ناحیه شوخ خدمت به همتا کردند. کیها اند اینا؟ اولین رئیس خواجگی کلکتیوی کالخوز گفته خواجگی کلکتیوی میگویند. در ایشان اولین رئیس شده کار کردگی کالخوز مدنی اتفاق، رئیسش حییتوف میرزا از تگ شخشه. اولین نماینده خلق دهه هوشیار دپوتات اشتراکچی مجله 13 یکم جمهوری ازبکستان در شهر بخارا انا این دوملو ینگه قیمتخانه مادرش پدرش، حالی نامشان هم میدانستم عبدالواسی گفتگی آدم. انا این کس اولین ایشور دپوتات انتخاب شده که اون وقت رسپوبلیکا پایتخت در بخارا بوده که ایشور انتخاب شده که رئیسان کالخوزها در دهه شور سیدعمر حیدر، خدایبردی، سفرف ابراهیم، عادلف تشابای، رحمانف نرزیدین، صوفی کریم جان، امک شادیبای رئیس بودن. انا اینا تا آخرین رئیسان سویت قشاقهای هوشیار، قزلقیاق، قرطوقای، اردش و خیری ایشور.
اولین بعد ای دیگر جا شدگی مدیران فرما چارواداری دهه هوشیار شادیبای جابیر سعدی اولین همینا در ایشار مدیر فرما شدگی بریگادیرانی نامداری کلکتیو خواجگی دهه هوشیار اکرم مالای اسیابا بالتا عمر رازی قوا بیرازیه از مالای کن همین ها برای خلق بسیار محنت بزرگ کرده. دیگر با برگدیران است اگرانام ها امین جان و اعظم جان بابای فیلمی امین ارکبای فاطم جان آموزگاران معلمان نخستین مکتب های ابتدایی 7 ساله و میانه دهه هوشیار شمسیدین آیلشان ایشار خودشان قلعه احرار میرابرار سالی خوجایف نظر عبدالولی اکای پرپی بای اکاشان عالم واحد جان نظر پرپی بای عادل تشبای احرار و نمرت خان جمعه و اچخان آلچین حسن خان خوجم و مرزا جان اینا همین مکتب ایشار با آمده دست دادگی ها حسابچی ها بخکلتر ها کریم جان از محله قاقیر سیفیدینов تورابای حلیم بای میرزایف میرزا محمد کریم جان میرزا خواجایف نعمت اکای نعمت جان الان اینا بخکلتری اولین ایشاره کارمندان تیپ ابراهیم رزیم جان اولین در همه ایشار دکتر شده کار کردگی صنعتکاران ҳамаги камол шуфибега падараш сангинов маманаим мана ҳамаги ака амашо акааш умар болта ино туё ва тарелка кати ашура мехонда иброҳимов резимҷон сардор ва ташкилотчи ансамбл дар деҳаи шор ҳамина ташкил кардаги иброҳимов резимҷон ай фарғона баромад кара ай тамоми осиёи миёна ба хизмати маишӣ устои ҳама тарафа хатмкунанда тӯйҳоба амак бои ҷалол бар бои миршариф баъд худо раҳмати амаки ҳикмат маводи падарашон қассобҳо аз рӯи дониши ман алиев ҳайдаралӣ худойназар ҳамон акай парпибои падарашон савдогарони халқӣ ва магазинҳо муҳиддин бои муҳиддин ане акай ҷурабои падарашон муҳиддинова гуфтагӣ бо ано духтарашон исфара рафт бурда а исфара чора оварда мефурӯхтанд ане уктама модарашон сайфиддинов ҳалимбой ино магазинчӣ буданд ашуров раҳмон отаев мелибой болтаев эсаналӣ шамсиддинов салоҳиддин булолов мирзо ана инҳо системаи савдоба кор карданд ошпазҳои тӯй маросимҳои деҳаи ҳушёр шайхуҷа ном дорашон ҳамон касҳо зиранgiҳо ки ба ҳама маълум аст устоҳои хонасоз аюбов икром ҳамаки икром то кониболума хона пӯшонда рафтагӣ дигараш ҳамаки мирбадал ҳамин ҳозир хонашон бачашон бандагӣ кард оилашон шӯхӣ зана кас ку ҳамин кас устои хонапӯш домуллоҳои соҳаи дини ислом мулло тоҳир абдулваҳоб олимхӯҷа ҳакимов
عبدالوهاب، ملا آتا، ملا پرپی، ملا بلال، سنگین بای، سنگین مامنبی، بلال آتای تاجی علی، مجیب علی، نیشانبای، عمر بیگ، عطا بابای محمد قل و غیره. اینا داملا آمان اکو با یا شککو آلی بسیاره. دایه و بیاتون های دیه ما زنها تولد میکنندگی دکتر تاجی خان، خاله تاجی خان گفتگی اما که بای تولد پدرش انا من کس تمامی زنهای ایشان تولد میکنگی دایه بودن. هنرمندانی ساحه تکنیکا، تراکتور، ماشین، الکتریک، استای تلویزیون، رادیو، دهه هوشیار، سنگین زینتشا، تراکتورچی، راننده اولین دهه وای چراغ الکتریکی در چراغ ساحه الکتریک تامین کردگی سال 48 سفر تیمورعلی الکترومانتیور اولین خلف مقدس شفیار امیربیکوف انوربوی شفیار اولین راننده ماشینه بارکشی دهه شور بابایف علی بای بابای علی بای اولین استای رادیو و تلویزیون در دهه هوشیار علی بای ها ملک تحقیر. انا اینها از روی دانستی من همه خیلی آدم ها در اشار برای خلق ما خدمت کرده اکو در حق اشار گپا به نهایت بسیار است. جوانان ما باید که فخری همین خلقمان شده دهه ایشا را آباد کنند از پای بدی نگردند. اکو در حق من حیات آدمایی که مثال آدمای روی دنیا من گپ زنم باید همه طرف فهمند. در من 3 کتاب است. انا اینجا کتاب مقدس تورات، انجیل، قرآن هر 3 هست منبع خوانده همه صحیفه هاش کتی نامبر کرده میتونم. از نقطه نظر همین کتاب ها از نقطه نظر عالمان تمام روی دنیا پدر و مادر تمامی خلقهای روی دنیا یک از یک کس به دنیا آمده که از یک پدر از یک مادر بعد روی دنیا با 5 شده رفته. همه این در کتاب پر را بیان شده است. این طبیعتا زرد، سیاه، سرخ، سفید اینها همه در نتیجه بینی پوچوک اینا همش از تاثیر طبیعت با وجود آمده که کتاب قرآن نوشتگی است. همش در این باره است. مادامی که همه خلقهای روی دنیا از یک پدر مادر باشیم این طبیعت خدا آفریده است. هممون بنده خدا باید هممون از همین طبیعت بهره بریم خوش رو زندگی کنیم. روزش میاد که همین برادران قرقیزم میفهمند که حقیقت عدالت در کجا است. اینها هم همین رویهشان برمیگردن با برادرانمون کتی همه خلقا کتی به دیگر برادر میشن. فکر من همین است. این یک دیگه سوال بود دومنای عزیز درباره هوشیار معناش چیه؟ کی مونده این نومی همین هوشیار؟ درباره معنای هوشیار فکرها به نهایت بسیار است. از روی حقیقتش همون خلقی که در همینجا زندگی میکرد است پادشاه اینایه
همچون نماینده سرحد تعیین کرده. آدمای گویم همه طرفا هوشیار، یک چیز میفهمیدگی، میدانستگی، همه خیلی آدمای هوشیاری ها همونجا ما تعیین کردیم، همونجا به منزل دادیم، در همونجا زندگی کنن گفته. هوشیار همینجا پیدا شد، به همین قرار آمده، دیگر معنایش نیست. حقیقی خلقی هوشیار است، هوشیار است. الان می‌بینه پاچا این نامه با آنها تعیین کرده، همون زمانش. لیکن این ادبیات ها همش نوشته شدگی است، اما از سبب آنکه جنگ ها، خونریزی ها، این کتاب ها و این بزرگان نوشتگی هاش همش سوزاندگی، امریکا بردگی، انگلیا بردگی، فرانسیا بردگی، گرمانیا بردگی، بابور از کتابخانه گرمانیا گرفته آوردن. همه این ادبیات های باقی مانده ما همون دولت های خارجی بازیافت کرده بردگی، باقی مانده شه همش همینجا آتش دشمن ها آتش زده نیست کردگی. از همین نقطه نظر مولانا عبدالرحمن جامی در اثرش می نویسد: زیدانایان بود این نقطه مشهور، که دانش در کتب است، داناست در گور. دانا همه کتاب نوشته رفتن، لیکن مردن همش گور بستن. همون از روی کتابشون ما فکرها گفته ایستاده. حاضره همون پادشاهی که حاضر همین ای خدا هوای با یادم مزد و با همون نام از طرف پادشاه ایران اسماعیل یک، از سبب آنکه با ایران جنگ اشدی میبرد، بعد شاه ایران اسماعیل یک سرش ایتنش جدا میکنه. شیبان خان منه اکو یادم مزد، سرش ایتنش جدا کرده، خونش کوزه به میریزد. بعد با جلادش سپارش میتد که تمام کلش تازه کن، یگان میده شیرک و زرداب و گوش نماند، با مای بشو. مای این مینا است، اکو در زمان با عرقم میگوید، از سپیرت تیار کرده میشوید. بعد اسماعیل یک میگد که همه کلش با پری همون شراب ریز، پر کله شیبان خان با شراب ریخته با پادشاه میتید با اسماعیل یک کتاب با. بعد اسماعیل یک همون شراب با می نوشد که ما غلبه کردم. انا من با همون میرسونم. خب یک دعا میکنید برای مسافر و بچه که حیات بسیار مرکب است. بزرگان می نویسند، عالمان ما دوملو میگویند که وقتی که نماز با آخر میرسد، از سلام علیکم گفته به طرف چپ سلام داده میتونسته باشیم یا نه؟ به طرف راست سلام داده میتونسته باشیم یا نه؟ حیات همین خیلی مرکب است که امروز بعد از یک ساعت چی میشود؟ هیچ کس نمیداند. یک پسه هست، در های پسه قهرمان برآمد میکند، در تلویزیون برآمد میکند، میگوید که برادرها من میدانم که میمیرم، لیکن نمیدانم که کی میمیرم. بنابراین این دنیا چه میشود؟ چی میشود؟
در این باره یک فکر قطعی گفتن امر محال است. خب فکری اساسی من همین است که حاضر زمان به سرمان چه مشکلی که آمده است به همه همین صبر و طاقت کنیم، شکر کنیم. از همه بالاتر شکر است. اگر بیشکری کنیم گویا که ما ضد خدا میبریم. خدا چی خواهد همون میشود. هست کننده هم خدا است، نیست کننده هم خدا است. در کتاب هم این نوشتگی است. اینا من نگفته ایستادم، در کتاب نوشتگی است. ما همه در اطاعت خدا هستیم. همین بنده هاش چی در پیشانهش باشد همون جوانان ما هم از پای همین یک لقمه نان، از پای همه کودکا یک زندگیش بهتر کنم، از پای حیات با گفتی همون شوکت میرزیوف حیات نصب کنم و از همین زندگی از همین حیات راضی شده برای گفته رفته مردکاری کرده، خدمت کرده، وطن آباد کرده ایستادن، دستگیری کرده ایستادن. جوانان دیگر باشد در اینجا هم برای خلق و وطن از صمیم قلب شب و روز کار کرده ایستادن. برای همین جوانانی که آینده ما هستند. همین جوانان که خوشبختی ما تامین میکردگی، ما برده به خاک میسپاریدگی، آینده وطن آباد میکردگی، وطن ҳимоя میکردگی، زندگی خوب بهتر میکردگی، خلاص شرف انسانی نگاه میداشتگی جوانان. بنابراین در حق جوانان دعا میکنم، پروردگار التماس میکنم، زاری میکنم، تولا میکنم با کسب و کارشان، جسم و جانشان، رزق روزیشان برکات بده. با همه اهل خانواده اشان عمر دراز، رزق فراخ، خاطر جمع، دل بیغم، توانایی ته، درداشان به شفا ته. خداوند کریم صحت سلامت در کجا نباشد خدمت کرده، به مانند عقاب از همون جای خدمت کردگیشان قنات برآورده، با دل پر، با خاطر جمع به نزد پدر و مادر، با وطن، به نزد خویش و تبار صحت سلامت برگشته بیایند. آمین. الله اکبر. الهیم شرفمند شود. شما دوم رحمت کردم. همین فکرها اگر جوانانم یک میدی یک بهره برند، من از زمین تا آسمان می‌روم. خدا خواهد انشاءالله بسیار پرسیدن که در دوملو با خلقم رحمت. من خدا با شکر وطنم، زندگیم نست، حیاتم نست، آیلم بندگی کش، شرفمندانه خلقم برده با خاک سپاریدن. اکو آینده حالی خیلی که گفتم چی میشود؟ خدا رحمت دوملو